علی چی شده؟ میشه موبایل تبتی؟ یعقوب با مزود جای تاشکافا را پیدا کن. سعی سالی کمی با وقت ضرورت دارم بیادر. همین که وقت پیدا کنم مرد خبر میدم. منتظر هستم. علی را پیدا کردیم، پاکتان برش داده. آفرین. آمادگیت بگی. آخرین سفر علی کم طول خط کشید. سایس حالا زود شوه. کوکو علی. بچه شیرم. تو چی میکنی؟ ای دوستای اطفایی چی میکنن ها؟ شما تا از نزدیک اطفایه رو دیدین؟ بله دیدیم. او موتر زیاد کران است. در ضمن آوپاشی هم میکنن. تو آوپاشیشو ندیدی تاله؟ میشه مرم یک بار اونجا ببرین؟ فکر کنم سایس میبرمت. وعده است؟ وعده است. سیفدا علی ما وقتی تو رای قسم کتبه چید یک جا. آی سیفدا شما در اینجا چی کار دارین؟ چی سر غاز از بچیم خدا جو کرباره جور کردی. دایی چقدر خوبش است. کالای جلب توجه پیلوت بیادرم طریق درست یاد داده. چطور است مقبول است؟ خوبش است. من خوشم اومد. اکوردی تو خوبش است. بله بسیار شما پس شوین. حالا برین یک جای دیگه بازی کنین. حالا خدا دادی تو خدا چی جور کردی ها؟ چرا این کالا رو پوشیدی؟ اما پیلوت بیادر گفت طریقی نو است. گفت کالای نو بپوش مردم جلب توجه میکنه. همه قسم ایزگی هم خوش میشه. توی کالا رو به خاطر ما پوشیدی؟ بله به خاطر تو پوشیدم. اگه میگی بکشمش. تو چقدر مرا دوست داری های؟ من به خاطر عیادت مریضتون اینجا آمدم. به خاطر گپایی که دیشب گفتم بخشش باشه. به اجازهتون خانم. صاحب اجازه هستین. بازم شفا باشه. با امید دیدار علی جان. بله ما یعقوب هستم. میتونم با خالی گپ بزنم؟ علی یک نفر به نام یعقوب میخواد کتت گپ بزنه.
مظلم گوش کنین. در اصل شما باید بشنوید. کوشش نکنین بیشتر از این خودت از زندگی ما دخیل بسازین. بهتر از کم متوجه حدتان باشین، درست است؟ روز خوش. مادر چرا سرش قار شده؟ نه جانم، هیچ قار نشدم. چرا باید قار شم؟ سایس یا خوب دیگه خودم حل میکنم. درست است. زنده باشی. پیش همون کسایی میری که در موترت خط موندن. کجا میری؟ نمیخوای برام جواب بدی؟ علی نرو. علی لطفا. سیفدا مرده آرام بان، لطفا آرام بان. اگه تو رسیده شوه چی؟ بابا چیت فکر کن لطفا. سیفدا بیازو همیانه درباره بچیم فکر میکنم. فقط با بچیم. خدا داد من میخوایم که تو را دوست داشته باشم اما نمیشه. چرا نمیشه؟ ما میخوایم تو را دوست داشته باشم و میشه. در اصل من تو را دوست دارم اما قسمه که تو میخوای نیست. در اون صورت ما هم تو را قسم دوست میداشته باشم که تو خواسته باشی. این کارا میتونی؟ من تو را هر رقم دوست دارم. میشه دوست باشیم؟ شریک زندگی. ما هم خود دقیقا نمیره میگم. میباشیم شریک زندگی میباشیم. درباره شریک زندگی گپ نمیزنم. چرا؟ تو هم عشق گفتی، ما هم عشق گفتم. عاشق یکی دیگه خود شدیم نه؟ دستم گرفتی؟ خدا داد ببین ما عاشق تو نیستم اما تو بسیار یک آدم خوب هستی. دوست می باشیم، درست است؟ می باشیم. اول دوست می باشیم، بعدن شریک زندگی، اما قسم بنوبت. چطور؟
این مرا میاره فایر میکنم دستل در جان خود میسنم. بیادر خیریت باشه. کدام چیزی شده؟ بیا پیلوت بیا. دقیق در سر وقت آمدی. حالا برات یاد بدم که شکار کردن یعنی چی. منتظر باش. بیادر جان ویدت بیادر ما تو نجات دادی. من صحیح ازت تشکر نتونستم. میخواستم از تو تشکر کده برم. یعنی من زیاد کارهای دیگام دارم. هرچی که میکنی باز بعدن بکو پیلوت. او شکار نباید فرار کنه. او قسم شکار دیگه پیدا کردن نمیتونیم. زینب دخترم در این وقتا نتایجت خراب است. فکر میکنم کدام چیز ناراحتت میکنه. پدرم است، این کافی نیست. باز چی کردم؟ ده هر کارم دخالت میکنه کاکا متین، ده هر کارم. فقط به خاطر که یک بچه رو میدیدم دروازه اتاق ما قلف میکنه. آی تو در حق زینب چی کردی؟ تصمیم داری کوره از بین ببری؟ با این کار مجبور بودم. او میخواست یک بچه را ببینه اما با این کار اجازه نمیتم. به خاطر چی نمیتی؟ هر قسم احساسات میتونه زندگی زینب در خطر بندازه. ایره خواه خودت برام میگفتی اما تو نیز دکتر صاحب. به خاطر حفاظت از دخترم هر کاری که باشه میکنم. تو همه چیز اشتباه در کردی آقا کرد. او دختر هنوز بسیار خورده است. این کارت به سلامتی او ضرر میرسانه. شما خب پدرش هستین. از این که در اتاق قیدش کنی یا سرش فشار بیاری، از نگاه روانی برش صدمه میرسانین، دردش زیادتر میسازین و این چیزی است که جبران ناپذیر خود بود. او را بانین که تصمیم خودش بگیره آقا کرد. سعیس بس که دیگه. آقا کرد زینب راحت بانین. احساسات زینب به صحت و سلامتیش خوب است. او دختر در خانه قید ساخته. زندگیش خراب نسازین. به جهنم خوش آمدی هروغلو. اولین کسی که پیش از مردن به جهنم میره تو هستی احمق. نمیخوایم دیگه ده فکرم باشین پدر. از این که ده فکرم هستین زیاد خسته شدیم. زینب بیکاره نگو، زینب اینجا نرو، زینب فلانی را نبین، ما خسته شدیم. زینب اگه میخوای کو بچه را ببینیش دخترم هیچ گپ نیست. البته اگه بخوای که تو را ببینه. به خاطر گفتن ای گپ کی میفهمه کوره چه قسم تهدید کرده باشین؟ چی کردین؟ ای دفعه خانواده‌اش اختطاف میکنین چطور؟ ای تو کدام گپ نیست دخترم. بعد از این چطور گپ نمیشه. گوش کو، بعد از این دیگه نمیخوایم که تو جگر خون شوی. تو هر چیزی که میخوایی اما تو میشه.
هستین پدر؟ زینبم بعد از هیچ وقت نمیخوایم تو را جگرخون بسازم. هیچ وقت. میفهمم که مرا بسیار زیاد دوست دارین. بجز از وقتایی که قار می باشین مام شما را زیاد دوست دارم. تاشکافا یک آدم کاملا روانی است. یکی چی میکنه چی میگه هیچ معلوم نیست. او یک آدم بیسور است. استاد تو چه قسم در دستی تاشکافا افتیدی؟ پیلوت تو کتی آدم ها چی کار داری؟ تو برم نگفته بودی که توبه کردیم؟ راستش والا قسمی که تو فکر میکنی او تو نیست. یه آدم زندگی به دست نجات داد. من به خاطر تشکر کردن آمده بودم. اگر نیمه ای قسم امروی سلام الا سر و کار ندارم. صحیح است. اگه اینطور است در صورت کمکو که از اینجا برایم. آی استاد تو خود کاملا راست میگی میفهمم. اما من به یه آدم یک جان قرضدار هستم. دیگه ای که یه آدم دوست پدرم برآمد. خوبی گپا را میگذاریم و در گوشه میمانیم. من تو را از اینجا چه قسم بکشم ها؟ در بیرون یک عالم نفر است. اگه یک دست تواز کنم هر دوی ما یک جای همینجا از بین میریم. میاین هر قدر که در زندان ماندیم تو هم در جهنم همو قدر خواد ماندی. فهمیدی یعنی؟ بعدن مرده به جهنم اصلی خود رفتی. کسی که صاحب جانا است او هم نفس میته و هم نفس میگیره. اگه خداوند مرا کمک کنه کسی نمیتونه به من ضرر برسونه. اگه مرا تک و تنها ایلا کنه و کمکم نکنه باز به هر قسم که میتونین جانم گرفتم میتونین. گفته بودی که توبه کردی همه تو نیست، اما ما باور نکردم. یعنی که راست نیست. انسان میتونه از گذشته خود منصرف شوه، اما گذشتهش نمیتونه از انسان منصرف شوه. از آتش یک ریسمان جور کده در گردنت بیندازم تا گذشته نیست و نابود شوه. بیادر گناهی آدم چی است؟ تو کتی هیچ غرض نگی. به من بانش شخصا خودم رسیدگی میکنم. تو مداخله نکن. سر از تو دلم پرست گیر. در خوب بانتا ایره به مرگم امانت نمیمونم. شروع کن. زیادش کن. شروع کن. آی بیادر ای آدم میموره. نمیموره بچه. یادم پشک 7 دم است. فهمیدی؟ در وقتش بسیار جزا را تحمل کرده.
بگو چرا لب رویت کشال است؟ پدرت خو اجازه داد که او بچه را ببینی؟ اجازه داد، اما چی بفهمم شاید حق با جانب بود. از اینکه مانیم میشد که کسی مرا دوست نداشته باشه. ای دیگه چی مانا میته؟ یعنی سینا نگده باری مریضیم بفهمه. نمیفهمم که دوستیش مثل سابق میمونه یا نه. مگم نگفتیم که گفتن این کلمه ممنوس؟ خب چی بفهمم؟ از اینکه نمیمونه سینان مرا دوست داشته باشه به من خودخواهی معلوم میشه. زینبم البته که قسم نیست. چرا قسم فکر میکنی؟ با او فرصت بده که برات محبت بده. من از این کاملا مطمئن هستم که از کارتان پشیمان نخواد شدین. دختر مقبولم. دویگو خواهر، تو دوای عشق داری؟ کی میخوای خودت جنجال پرته؟ ازگی کوشش میکنه مرا دوست داشته باشه اما موفق نمیشه. کدام دوا است که او عاشق من شود؟ نه، یعنی هنوز قسم یک دوا پیدا نشده. اما بیبی مام دول پیلوت دوست نداشتم. بعدن نمیفهمم چه قسم شد. کل چیز تغییر کرد. خسته نباشین. علی رو ندیدین چطور؟ نه، چرا استاد علی کدام جایی رفته؟ به یک جای خطرناک رفته. منتظر ماندم اما نامد. این طرف آرام دیدم اما در منطقه ایت نیست. یادر به نظرت همه قدر بحثش نیست؟ اگه کل برقای دنیا رو برش وصل کنم بازم دل ما یخ نمیکن. آی بیادر، اگه توی آدم بکشی انتقامت خو گرفتن نمیتونی. به نظر من بس کنین. این آدم بانین که یک نفس بگیره. من بچه هم تام راست میگی. قطعش کن. حالا تو آخرین امید بچه مستی. استاد علی هنوز موبایل استفاده نمیکنه نه؟ نه استفاده نمیکنه. سیفدا خواهر، ملاسای وقت عاشق تو شده بود از موبایل استفاده میکرد، اما وقت تو را ترک کردی دیگه موبایل استفاده نکرد. تو چرا ملاسای به ما را ترک کردی؟ ایزگی وقت میخواست ما را ترک کنه گفت خارج از شهر میره. نه که ملاسای میخواست خارج از شهر بره.
رئیس بگی نوبت تو هست. قبلا هیچ وقتی با یک آدم سخت جانی مثل ای روبرو نشده بودم. آخه این افسانه است. ای علی هروغلو. خیر ببینی آی استاد، تو امروی چه قسم آدم خود دشمن ساختی؟ پیلوت، من امروز باید از اینجا زنده بیرون شوم. به ما کمک کن، من از اینجا نجات بده. بشنو استاد، ما کل احتمالات فکر کردیم، اما از اینجا راه فرار وجود نداره. اینجا مثل یک قصر است، بسیار بیروبار است. سیفدا، اگه کدام خبر شد با ما خبر بده. درست است؟ درست است. خسته نباشین. ما امروز میرم سیفدا خواهر. خدا داد حال وقت نماز است نی؟ علی شاید در مسجد باشه. نه، حال وقت نماز نیست. پس یادم کجاست ها؟ یک بار دگم دکانه ببینیم چطور؟ سعیس میبینیم. خیلی بریم دیگه. تو نتر سیفدا خواهر، ملا صاحب ما را چیز نمیشه. انشالله. بیادر، بیبی آدم قصه زندگیش برم کرد. زیاد پشیمان شده. از تو زیاد معذرت میخواه. یعنی تو بزرگ هستی، هیچ برات نمیزه به که سر یک قسم آدم دست بلند کنی. به از اوی آدم مثل یک جسد شده. بس است به نظر من. بس نیست بچیم، بس نیست. حتی تا دم مرگم ایره باید لط کنیم. رئیس ناوقت شده منتظر ماستا. میریم. تو وقتی که نفس در جانش است باید ای جزا ببینی. فهمیدی؟ بیادر، پیلوت پیش تاشکافا رفته. در این وضعیت زور ما به تاشکافا نمیرسه، اما او پیلوت بدون سلاح و دفاع هر جای میگرده. وقتی از اونجا برآمد تعقیبش کنین، برین و کارش خلاص کنین. بیادر، میگن در پشتی علی آقا کرد است. بعدن کدام مشکل پیش نشه. اگه خواسته باشه بیای بگیرش. لوده و آدم میره که آقا کرد گرفته نتونست من چه قسم بگیرم. به هر صورت تو چی گفتم میدیو بچه؟ چیزی نیست بیادر، هیچ چیزی نگفتم. به نفرم گفتیم که اگه کوشش کنن کار خود درست انجام ندن. اولین فایر اصلیشان علی هروغلو از بین خواهد رفت. سیفدا خواهر، پیش من کلی است. اگه میگی دکانه واس کنم. خدا داد من کلیشو چی کنم ها؟ من علی را میپلم. او آدم کجا رفته میتونه؟ دخترم، تو در اینجا چی کار داری؟ نفهمیدم.
یک آدم مثل فرشته را مثل شیطان سر انگشت رقصاندی. هیچ کار بد نموده بود که در حقش نکده باشی. ترکش کده رفتی، زندانیش ساختی، باز هنوز رفته که آدم دیگر رو سیکدی. تو حالا چرا در اینجا میگردی؟ هیچ خجالت نمیکشی ها؟ تو چه قسم یک دختر هستی؟ راستش ما چی؟ وقت بار اول تو را دیدم فکر میکردم بسیار دختر خوب هستی، با درک هستی. البته کل ما انسان هستیم، کدام چیز فروشی نیستیم. خدا داد ما به شفاخانه میرم. اگه تو از کدام چیز خبر شدی باز بریم زنگ بزن. سعی سیفدا خواهر. خدا داد به ای زیاد روی نتی. نمانیده اینجا بگرده. بانک استاد علی آرام باشه. این منطقه با استاد علی ضرورت داره. سیفدا خواهر زیاد جگر خون شد. بچی میادم چی شم؟ استاد علی، اگه از اونجا زنده برآمدی واقعا آدم بزرگ هستی. والا به شکت است. زنده باشی پیلوت. موبایلم در داخل مانده. مسئلت باور کرده بودم پیلوت. توقع داری چی کنم استاد؟ ها؟ میخوایی در دستم یک اسلحه گرفته سر کلشان فایر کنم؟ پیش از اینکه من فایر کنم اونا مرا خود کشتن. با پارا تیر میشه. بیبی تو را در چی زنجیر دبل بسته کردن. من حتی با کلی او را واز کردن نمیتونم. بشنو استاد، تو را اعلان نکردم، پیشت آمدم، اما با ما بگو میخوایی چی کنم؟ اون میخه که در زمین است او را برم بده. میخوای چی میکنی؟ کاره را که برات میگم اما تو کو. حالا
حالا دیگه بیرون برای یه دیگه را سر چک نکنن. راست میگی. چانس خوب داشته باشی. والا موفق شده که با یک میخ از جهنم بیرون شوی. نوش جانت والا. استاد، به نظر من مشکلی که بین تو و تاشکافا هست نه؟ نمیشه که امرایش صلح کنی یک قسم راه حل پیدا کنی؟ نه، تا پیش از اینکه یکی ما زیر خاک نشه بین ما صلح نمیشه. نکو دیگه استاد. او آدم دوست پدرم است. ما هم به او یک جان قرضدار هستم. تو مجبور نیستی که خودت در این جنگ دخیل بسازی پیلوت، و نبایدم خودت دخیل بسازی. برو متوجه رستورانتت باش، با وعده‌ای که میتی صادق باش. به خاطر که با موترت پیدایت نکنن او را پد کردیم. بیا که تو رو برسانم اینجا استاد نشو. بریم خیر ببینی. بیادر، پیلوت چه راه قناوخ کرد؟ از کدام راه دیگه نرفته باشه؟ اینجا کدام راه دیگه نیست. او احمق از امی را تیر خواهد شد. علی جان، نه که مادرت نیست؟ پیش خاله نرس رفته. خب پدرت هم نیست؟ یا که هیچ نامده؟ پدرم خو مرده خاله. علی من تو را این قسم کتبه چید یک جای سیفدا، بله عزلم. علی تو کجاستی؟ من زیاد به تشویشت بودم، تا منطقه رفتم اما نتونستم پیدات کنم. تو خوب هستی؟ سیفدا، این موبایل پیش تو چی میکنه؟ من حالا در شفاخانه هستم، منتظرت بودم. خانم ازلم کجاست؟ فکر کنم رفته تا کت نرس گپ بزنه. کدام چیزی شده؟ نتیجه آزمایش آمده، خبر باشین. چی؟ نتیجه آزمایش آمده؟ آزمایش پیوند سوال مطابقت کرده سیفدا؟ بگو برم. درست است صبر کو. من نتیجه رو فهمیدم، یاله برات خبر میتم. رئیس آماده شوین میاین. آماده شوین. خانم ازلم؟ دکتر صاحب؟ خانم ازلم، نتیجه آزمایش آمده. مادر بیاین نتیجه معاینات آمد. دکتر صاحب خواهش میکنم با من را بگوین که او پیوند استخوان مطابقت کرده یا نه. مطابقت کرد.
روند استخانه را که از خالی میگیریم میتونه علی جان نجات بده. شفا باشه. بچگک مادر جان خدا را هزار بار شکر. علی آزمایش مطابقت کرده. علی جان نجات پیدا میکنه. خدایا هزار بار شکر. نواز قند من نجات پیدا کرده. بچه خیریت باشه استاد. اینقدر خوشی به خاطر چی؟ وقتی در موبایل زنگ آمد شما نبودید. فکر کردم مهم باشه جواب دادم. معذرت میخوام. من قسمت بعد از بعدی. اینجا مستقیم پیش بچه میرم. علی جان بگو که چطور هستی؟ پدرت کجاست علی جان؟ چی شد احمقا؟ مردن چطور؟